در 8 شهریور سال 1286 خورشیدی امپراتوری روسیه و امپراتوری بریتانیا قراردادی را به امضا رساندند به نام سنت پترزبورگ. در این قرارداد ایران میان روس‌ها و بریتانیایی‌ها تقسیم شد. شمال ایران به روسیه رسید و جنوب ایران به انگلیس. اما آنها از همچشمی دست بر نداشتند و چون روس‌ها از محمد علی شاه هواداری می‌کرد، در مقابل انگلیسی‌ها هوای مشروطه را داشتند. یکی از کسانی که به واسطه دولت انگلستان به مشروطه خواهان کمک مالی می‌کرد، شیخ خزر بود که در آن زمان حاکم خوزستان بود. یکی دیگر از کسانی که تابع انگلستان بود، سید حسن تقی‌زاده بود. او خود را مشروطه خواه می‌دانست، اما در روز به توپ بستن مجلس به سفارت انگلستان پناهنده شد و بعد به لندن فراری. در آذر ماهی که آزادیخواهان تبریز پیروزی نسبی به دست آوردند، تقی‌زاده خود را به تبریز رساند و همواره به ستارخان گله می‌کرد که شخصی که به مرند فرستادی شراب می‌خورد. ستارخان هم در جواب گفت: من او را برای پیشنمازی به مرند نفرستادم.